single, Ivan Mazur from Kazakhstan, and in blue singlet, Majid Murad Nagdalipur from Iran. On Mat B, we have gold medal match in Division D, 130 kilograms. In red singlet, Eldar Mutanidze from Georgia, and in blue singlet, Saleh Mohammad Majid from Jordan. نقدلیپوری میبینید میاد رو توشک با دوبنده آبی برای کسب مقام برنز مبارزه میکنه با این کشتیگیری از قزاقستان. توشک شماره بی ببینیم کورتانیزه کشتی میگیره در فینال با یک کشتیگیری از اردن. کورتانیزه کشتیگیر اسبق که با رسول خادم و امیرزا خادم هم کشتی میگیره با بند قرمز. حالا این بعد میریم سراغ مجید نقدلیپور میتونه این کشتی رو ببره و به مدال برنز دست پیدا بکنه. کشتیگیر قزاق بعید میدونم در حد اندازه مجید نقدلیپور باشه. یه تو سر میزنه میتونه بره پشت حریف. بله رفت زیبا. دو امتیاز اینجا بهش میدن به مجید. 2-0 به نفع مجید نقدلیپور. ماشاءالله مجید. تا اینجای کار 2-0 به نفع مجید نقدلیپور. باریکلا خوب کشتی گرفت. میتونست کشتی فینالیست بشه. یه لحظه کشتی اونجا امروز صبح از دستش در رفت. یه لحظه مفت اون کشتی رو با حریف اون کشتیگیر بود. اینجا هم کورتانیزه با حریف مجید نقدلیپور داره کشتی میره 1-0 جلوی کورتانیزه. ثانیه تا پایان 2 دقیقه اول باقی مونده. 2-0 به نفع مجید نقدلیپور. تایم 2 دقیقه اول به اتمام میرسه. میره نزد مربیانش یه جرعه آب میخوره و ترخوشش میکنن. برمیگره به کشتی مجید نقدلیپور و اگه مجید نقدلیپور تو سری محکم بزنه میتونه این کشتیگیر رو درو کنه، ولی نمیدونم چرا دستاش نمیزنه. باید همون دست زیر کتفه دست دیگه‌شو بگیره تو سر بزنه بیاره پایین سرگردنش بگیره. کشتیگیر قزاقستان اومده سر گذاشته. مزور از
کشتیگیر قزاقستان مزو اسمش هستش. شادکولا گذاشتن روی کشتیگیر قزاقستان مزو و یه امتیاز دیگه هم اینجا به مجید میدن. هم امتیازاتش میرسه به 3. یه امتیاز دیگه هم با شادکولا میتونه اونجا کسب کنه که جلب امتیازات بشه. و اینجا دیگه 5-0 جلو میفته مجید رهبری پور. 5-0 جلو میفته. باری کلا مجید شیر بهت بگن کم گفتن دلما. ماشاءالله مجید شیر بهت گفتن کم گفتن یا شیر بهت بگم کم گفتن. یه امتیاز دیگه هم بهش میدن. اون مسلط کشتی گرفت. او کشتی گرفت تا اینجای کار و این برم کورتانیزه این کشتیگیر اردنی رو 3-0 جلو افتاده و اون برم مجید مجید به مدال برنز دست پیدا میکنه. مبارک خودش خانواده‌اش باشه همه بستگانش. باریکالله. The winner of that series